الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لله تعالی. امروز خواستم در اطراف نماز زنها از نماز مردها چه فرقیت های دارد با شما کمی صحبت داشته باشم. در این باره سوالا کمی شیده بود، لیکن بنده خواستم امروز در اطراف همین مسئله کمی روشنی بیاندازم، به خاطر که یک حدیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شما دارین که پیامبر میگوید که شما نماز خوانید اون طوری که من خوندم، یعنی طوری که مرا دیدید من خوندم شما هم همین گونه بخونید. به اصحاب گفت. از این برداشت میکنن میگویند که نماز زن مثل نماز مرد است، در حالی که دیگر روایت های داریم که نماز زنها کمی فرقیت ها دارد. به همین خاطر بنده مختصر میگذاریم انشاءالله که کمی فهمو شود همین مسئله برای برادران و خواهران عزیز. یکی این که برای مرد از آن گفتن قامت گفتن شرط است، برای زن اینها شرط نیستند. برای زن همیت نماز وقتی نماز که درمد به اذان و قامت نماز میخونه، لیکن برای مرد اینها شرط هستند. دیگر اینکه زن دستها را وقتی که در تکبیر اول تکبیر تحریمه که میگن مثلا که برابر کتفو میبرداره، لیکن در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دستها را به گوش ها میبردارند و او دیگر مذاهب ها را که معلومات فرا ندارم، شاید اونها را مثل زنها بردارن، لیکن در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به گوش ها میبردارند. دیگر اینکه زنها در نماز جهریه وقتی که مرد بیگانه در اونجا باشن نماز چیکار میکنه؟ پس میخونه، لیکن مردها میتونن که نماز جهریه را چیکار کنن؟ بلند بخونن اگرچند خود تنها هم باشن. دیگر اینکه زنها در حالت مثلا تکبیر میگن تکبیر تحریمه که میکنن باید طور دستا را بلند کنه که همه آستیناش و پایان نروه که نمازشو فاسد میشود، یعنی اعضای فرضی میتوان. لیکن مردها این گونه نیست، با آزادی تکبیر تحریمه میگوین، یعنی زن باید در نماز بسیار به احتیاط باشه که موضعش نتوه. دیگر اینکه زنها در سجده کمی خودشان را جوز میگیرن، اما مردها برعکس هستند، خودشان را کشاد میگیرن. دیگر اینکه مردها چیکار میکنن؟ در سجده در التحیات نشستند، پای راست را انگشتا را قطع کرده به طرف قبله با بالای پای چپ نشسته میکنن، لیکن زنها هر دو پای خود را از طرف راست بگیم کمی میبرارن. دیگر اینکه زن اگر نماز جماعت باشه که دوجا هم مرد و هم زنها اشتراک کنن، زن نمیتونه چیکار کنه؟ امامتی کنه با اونها. دیگر اینکه برای زنها با نماز جمعه که مثلا کمی دورتر است رفتن شرط نیست، لیکن برای مردها شرطه که باید نماز جمعه برون، برای زنها شرط نیست، یعنی شرط گفته واجبه میگوین. به همین خاطر این فرقیت هایی هست که باید که مرد زنها بدانند. دیگر این فرقیت هایی هست که مردها سراش نپوشیدن در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مستحبه، لیکن زنها باید طور همون روی مالش باشه که یک اندکی مویش نتوه، اگر اندکی مویش بتوه نماز زنها فاسد میشه. اینها را باید زنها چیکار کنن؟ بدانند. این باید کمی مختصرا در فرق نماز زنها از مردها که شاید ما بعضیش نگفته باشم، انشاءالله فکر میکنم که کفایه کننده است. الله مهربان من شما را به تقوا و در راه توحید موفق گرداند.